به نام نامی علم و دانش درس این ترم رو شروع میکنیم. همونطور که میدونین درس این ترم خیلی سنگینه بچه ها. استاد رحم کنید. استاد یکی دو نمره واسه حضور غیاب بدین. استاد 10 میدین. استاد پژوهش بدین. استاد دفتر چنبک تهیه کنید. ساکت. اجازه بدین. چون درستون خیلی سخته و میدونم که همتون میافتین، من این ترم یه ارفاقی کردم بهتون. این کتاب Certification in Engineering تقسیم بندی کردم، به هر کدومتون 10 صفحه میفته. ببرین قشنگ ترجمه کنین، آخر ترم 2 نمره کار در کلاس بگیرین. هیپ هیپ هورا! استاد ما درسمون خوبه، اگه اجازه بدین ترجمه نکنیم. باشه. اسمتون چی بود؟ قاسمی. سلام بچه ها، ما دیگه از این ترم جزوه نمیگیم. این کتاب Certification in Engineering که خودم با تلاش شبانه روزی نشستم تنهایی ترجمهش کردم. نگاه کنین اسمم رو جلوش زدن. کامل ترین منبع جهانه. تهیه کنید، از 100 تا جزوه بهتره. استاد این جواهر رو از کجا تهیه کنیم؟ آها، واسه اینکه پا نشین تا انقلاب برین، خودم وانت گرفتم، کتابا رو بار زدم آوردم کوچه پشتی دانشگاه. بعد کلاس بیاین هر چقدر دوست داشتید بخرید. فقط هزینه وانت هم کشیدم رو کتابا. مرسی استاد. میدونستم خوشحال میشین. استاد اجازه، ما جزوه ترم پیشو داریم، با همون میتونیم پاس کنیم. باشه قاسمی، هر جور راحتی. به نام علم و حقیقت. بچه ها، ما چند ترمیه که به جای جزوه گفتن کتاب معرفی میکنیم. آفرین، پس همتون کتاب خریدین. خب پس از صفحه 23 تا 24 کتاب بخونین. 2 تا مسئله داره، همون تو امتحان میاد. قاسمی شما این ترم هم نمیخوای کتاب بخری؟ چرا استاد؟ 36 جلد رو یه جا خریدیم که محکم کاریشه، اینم فاکتورش. آفرین، چه کلاس درسخون و فعالی. استاد خسته نباشی. شما هم همینطور. سال خوبی داشته باشین.